дар шаҳри Кӯлоб сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ва раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода нахуст аз вазъи сои Тебалай ки саргаҳаш аз дараи кӯҳии деҳаҳои дараи об Тебалай, Мумирик ва Турконӣ оғоз ёфта аз байни шаҳр гузашта ба дарёи Сиёҳоб мерезад дидан намуданд. طبق معلومات اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر کولاب سال 2019 و اول سال 2020 با دستگیری کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه گردنی منطقه کولاب اجنسی بهداشت زمین و آبیاری برای پیشگیری و برقرار نمودن آفت‌های طبیعی در محله هشتم شهر که آبی سوی می‌گذرد کارهای زمینی در حجم 2140 متر کوبی و تخت سنگ‌های بتونی در حجم 72 متر کوبی به انجام رسانیده شده است. درازی سوی تبالای 23 کیلومتر را تشکیل داده در بهاران سیراب و در تابستان خشک می‌گردد. یادآور می‌شویم که سال 2010 در نتیجه بارشات زیادی باران و آمدن سیل دریای نام برده به خواجگی‌های مردم شهر کولاب خسارات زیادی جانی و مالی آورده بود. بعد برطرف کردن خسارات آفت طبیعی با سپارش سرور دولت برای آسیب دیدگان خانه‌های نوی استقامتی با بنیاد قطعه‌های نو تامین کرده شدند. هیئت گروه کاری از موضع سوی زیرکی و دریای یاخسو نیز دیدن به عمل آوردند. طبق معلومات اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر کولاب در موضع فرودگاه کارهای زمینی و ساحل مستحکم کنی در حجم معین سامان داده شده است. ضمن سفر کاری در برابر بازدید نمودن از وضع ساحل مستحکم کنی در سوی تبالای، زیرکی و دریای یاخسو، همچنین سروزیر مملکت از وضع استفاده برای زمین در خواجگی‌های دهقانی و زمین‌های نزد حولگی ساکنان جماعت دهات زیرکی و کولاب شهر کولاب دیدن نمودند. قربان علی سفرов ساکن شهر کولاب در 5 سوتیق زمین نزد حولگیش کارتوشکا، پامیدور، قلفینای و گل شنونیده است. طبق معلومات او هر سال تا 50-60 کیلوگرم لوبیا حاصل میگیرد. در دهه سرچشمه جماعت دهاتی کولاب ساکنان از زمین نزد حولگی عاقلانه استفاده میکنند. اویله محمدیو ها در 6 سوتیق زمین نزد حولگیشان کشتی لوبیا، قلمفور بلغاری، بویمجان، سرپیاز را براه مانده در قطعه باقی مانده باغ بنیاد کردند. در باغ این خاندان درختان میوه دهنده و تاک انگور پرورش می‌یابد. در ادامه سفری کاری سروزیر مملکت قاهر رسولزاده و رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده از خواجگی دهقانی یونس جان دیدن نمودند. خواجگی مذکور را امیربک کریموف سروری میکند. میدان عمومی خواجگی 2 از 115 گکتار را تشکیل داده در آن گلکرم، پمیدور، پیاز، کدو و دیگر نمودی سبزوات کشت کردند. عین حال 5 نفر کارگران دائمی برای پیشبرد کارهای خواجگیداری جلب کرده شدند. خواجگی مذکور نو تأسیس بوده از سال 2019 این جانب فعالیت دارد. ضمن بازدید سروزیر مملکت با سروران خواجگی‌های دهقانی و شهروندانی که از زمین‌های نزد حولگی ثمرناک استفاده می‌برند ملاقات آراسته با آنها اید به وضع به عمل آمده امروزه که در جهان همه را به تشویش آورده است دستور و توصیه‌ها پیشنهاد نمودند. اینچنین به رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات دستور و سپارش‌های پیشوای ملت را اید به استفاده عاقلانه هر وجب زمین بیکار خوابیده رسانیدند. در ملاقات با ساکنان همچنین اید بر رعایت توصیه‌های دکتران مربوط به پیشگیری بیماری خطرزای کرونا ویروس و استعمال محصولات داخلی، افزون نمودن حجم استحصال محصولات خواجگی قشلاق دستورهای مفید پیشنهاد کرده شد.